عمران بن حسین رضی الله عنه یک بیماری داشتند و بواسیر نام یک بیماری داشتند. حضرت با اون بیماری صبر میکردند، به درد و الم بیماری صبر میکردند، اجر و ثواب از درگاه پروردگار امید داشتند. فرشته ها فرآمده سلام علیک میکرد. روزی به یک نوع تبابتی که پیغمبر خدا اون گونه تبابت بر میدیده تبابت کرد. کی نمود یک تبابتی است، با اون وقتی که تبابت کرد فرشته ها دیگه سلامت نکردند. ثانی میگوید من اون گناه تر کردم دیگه با اون تبابت نکردم، باز فرشته ها آمده همراهی من سلامت کرد. اگر گفتم اگر من در همین بیماری وفات کنم برای مردم این سخنی من نرسم، اگر وقت زنده بودم نرسم. برای اون که آنها کرامات خدا را احترام پنهان میکرد، نمیخواستن که مردم از فضیلت آنها باخبر باشند. و گفتن اگر وقت وفات کنم با مردم باخبر بودم. حضرت سلمان و ابودردا یک شب همراه نشسته طعام میخوردن، ناگاه طبق آنها تسبیح میگفت، طبق سبحان الله میگفت، یا اینکه آن چی طعامی که در بالای طبق است تسبیح میگفت. عباد بن بشر و اسید بن حضیر شب از نزد پیغمبر خدا بیرون برآمدند که ناگاه در شب تاریک همراهی آنها چیزی هست روشن میکنند. وقتی که آنها تا نصف راه آمده و پراکنده شدند، آن روشنی همراهی آنها به دو تقسیم شد تا خانه‌هایشان رفت. یک چیز مانند چراغ آنها را روشنی میکرد. و خبیب بن عدی وقتی که اسیر مشرکان مکه بودند، در مکه اسیر بودند، هر بگاهی در نزدشان انگور میایستاد. حالا که در مکه انگور نبود، حالا خصوص در آن زمانهایی که هواپیما نبود، انگورها از دیگر کشورها نبود، لیکن در حضورشون هر شب انگور بود. این از کرامات اولیاء از کدام سبب شد انشاءالله بیان میکنیم. ایمن یکی از مومن‌ها و مسلمان‌های اولین وقتی که از مکه خواست که به مدینه هجرت کند، در یک جای افتاد که نه طعام داشت نه شراب داشت، قریب بود که از تشنگی هلاک بشد. ناگاه در نزد سرش آوازی را شنید، نظر کرد که یک کوزه پر از آب آویزان است. سپس از آن آب نوشید، فما عطشت بقیت عمرها، در باقی مانده عمرش تشنه نماند دیگر تا آخر حیاتش. حضرت سفینه یکی از مولای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر خدا به یک کشور فلسطینیده بودن، در راهش شعری برآمد. به شعر گفت که انا رسول الله صلی الله علیه وسلم، من پیغمبر خدا هستم، فرستاده پیغمبر خدا هستم، نماینده پیغمبر خدا هستم. سپس شعر از لباسشان گرفته به مقصدشان برده رسانید، یعنی جایهایی که در کاری بود برده رسانید. مولای پیغمبر خدا بود. برای ابن مالک رضی الله عنه اگر با نام پروردگار قسم خورند، پروردگار قسمشان را اجرا میکرد. حتی اگر بر مسلمان ها سختی آید به نزد برا میآمدند، ای برا ابن مالک با نام پروردگار قسم خور تا اینکه مشکلی ما را آسان گرداند. ثانی حضرت برا اقسمت علیک یا ربی، قسم میخورم با نام توی پروردگارم که این مشکلی را برای ما آسان گرداند. گفته دعا میکرد. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه یک حصن منیعی را احاطه کرد. حصن بی نهایت مستحکم منع کرده شده، سپاه گرفته شده بود. چند روزها احاطه کردن، نمیتونستند داخلی یعنی قلعه شدند. اهل قلعه گفتند که ما به تو تسلیم نمیشویم، یا اینکه اسلامی عزیز را قبول نمیکنیم تا مادامی که از این زهر ننوشیم. زهر را بنوش، اگر سلامت مانی دلالت میکند که دین تو حق است. بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. گفتم زهر نوشیدن هیچی نشد. این برای ما ممکن نیست. این برای خالد بن ولید است. اونها ایمانی به خدا داشتند. به نامی آن پروردگاری که با نامی او نه در آسمان نه در زمین چیز ضرر اصلا نمیتواند تو زهر نوشیدن. هیچی نشد. سعد بن ابی وقاص پیغمبر خدا را گفته بودند که یا رسول الله چطور کنم که دعای من قبول شود؟ پیغمبر خدا افید مطعما تستجب دعوته، طعامت را حلال کن دعایت قبول می شود. تمام دعاهای سعد بن ابی وقاص قبول شده بود. یک آقای سفیدی که تهمت به حضرت کرده بود دعایی بر کرده بود، پروردگار اگر دروغ گفته باشد عمرش دراز کن، چشمش نابینا کن، به فتنه زنها گرفتار کن، کمبدل و گدا کن. به سین 120 در آمده بود، در بازارها سائلی میکرد، گدایی میکرد.
صورت کاشهایش رو برداشته با آنها دست دراز میکرد. در کوچه ها سایه میکرد، گدایی میکرد. مردم اگر عیب کنم میگم که ما را عیب نکنید، من یک شخصی بیچاره دعای سعد بن ابی وقاص شخص صالح در حق من اجابت شده هست. وقتی که زبیره یکی از مسلمان ها در دست مشرکان مکه عذاب داده میشد، از علم درد و از غم و غصه چشمهایش نابینا شده بود. مشرکان او را عذاب میدادند، چشمهاش نابینا شد از درد غم و غصه. ثانی مشرکان گفتند که اصحاب اللات و العزا، وقتی که به لات و عزا کافر شد و به الله ایمان آورد، لات و عزا چشمانش را نابینا کرد. وقتی که این سخن شنیدند کلا والله، هرگز قسم به نام الله تعالی چشم من لات و عزا نابینا نکرد. گفتم که الله تعالی چشمانش را برگرداند. صحابی پیغمبر خدا بودند. الان ابن الحضرمی نماینده پیغمبر خدا در کشور بحرین بودند. در دعاشون میگفتن که یا علیم و یا عظیم، یا حلیم و یا علی، گفته دعا میکردن، دعاهایشون قبول میشه. وقتی که آب نبود، نه برای طهارت نه برای نوشیدن، دعا میکردن حضرت پروردگار برایشان آب فراوان نصیب روزی میکرد. روز همراهی لشکرشون به نزد یک دریای آمدن که آب دریا بر ضد آنها بود، یک طوفانی بود، از دریا گذشته نمیشد. دعا کردند و گفتند که اسقفای من گذرید، زینهای اسب‌های آنها تر نشده گذشتند. و این واقعه به ابومسلم خولانی هم شده بود که وقتی که به نزد دریای دیجله آمدن، بین هر دریای شوخ است، بر همه آنهایی که همراهشان بودن، پیروانشان گفتند که با اسقفای من گذشتن گرفت، از آب تر نشده به بیرون برآمده بود. این کس وقتی که در زمان پیغمبر خدا فلسطینی شده بودن، به نزد اسود عنسی که اسود عنسی دعوای پیغمبری میکرد و ضد پیغمبر جنگ میکرد، خود را پیغمبر اعلام میکرد، پیغمبری دروغین بود. و حضرت ابومسلم خولانی گفت که یا ابومسلم، گفت اتشهد انی رسول الله، شهادت میدهی که من رسول خدا هستم، گواهی میدهی که من پیغمبر خدا هستم. گفت به این شخص مسلمان. ابومسلم خولانی گفت که من اسمع نمیشنوم، همچون یک تحقیق، من اسمع نمیشنوم. و اتشهد ان محمد رسول الله، آیا شهادت میدهی که محمد رسول خدا هست؟ گفتم که نعم، آره شهادت میدهم که محمد رسول خدا هست. ثانی امر کرد که به آتش پرتافته شود. وقتی که به داخل آتش پرتافتند و آتش خاموش شد، ناگاه نزدیک شوند در داخل آتش نماز میگذارند. چیزی نشد از آتش برای او سلامت و خنک شد. وقتی که به مدینه منوره بعد وفات جناب رسول الله در آمدن، حضرت عمر بین خودشان و بین حضرت ابوبکر صدیق شنالیدند و گفتند که الحمدلله که مرا که پیش از آن که وفات کنند شخصی را برای من نشان داد که مثل ابراهیم خلیل الله کاری که کرده شده بود اجرا شد. حضرت ابراهیم و خلیل الله را به آتش پرتافته بودند مشرکان. خدا گفت که یا نار کونی بردا و سلام علی ابراهیم، ای آتش خنک و سلامت شو بر ابراهیم. گفت حضرت ابراهیم صحت سلامت برآمده بودند. ابومسلم خولانی نیز امت محمد هستند، ولی مثل پیغمبران ما تقدم این کرامات اولیاء بود. عامر بن عبدالقیس 2000 درهم مزد می‌گرفتند. بعد اینکه مزد را گرفتند تا خانه خود مسکینی را یا فقیری که می‌دیدند مشموریده از پولشان می‌دادند. وقتی که به خانه آمده شدند شموره پولشان همون می‌ایستاد، نه وزنش کم می‌شد نه مقدارش کم می‌شد. از کرامات اولیاء ما این گونه شخصیت‌ها را گم کردیم، چون که ما موافق شریعت عمل نداریم. حضرت سعید بن زید یک پیرزنی در حقشان تهمت کرده بود، دعای بد کردند. پروردگار گفتند این پیرزن چشمش نابینا بود، در همین حوالیه که زمینی که تهمت کرد همسایه‌شان بود، زمینی مرا تهمت کرد، در همین زمین هلاکت برساندند. دعایشان رو پروردگار اجابت کرد. وقتی که عامر بن عبدالقیس از نزد یک گروه مردم می‌گذشتند، ناگاه پیش کاروان را یک شیر گرفته است که مردم نمیتوانند گذرند از ترس شیر. ثانی آمده با لباسشان شیر را قلمیدند و پایشان را به گردنشان گفتند که یا انما انت کلب من کلاب الرحمن، تو یک سگ از سگای پروردگار هستی، تو یک مخلوق خدا هستی. و انما استحی ان اخاف غیره، فقط همین که من شرم می‌دارم از غیر الله تعالی، از دیگر کس نمی‌ترسم.
من شرم می‌دارم از دیگر کس نرسیدم، گفتم مردم گذشتم. همین گونه صحابگان پیغمبر، تبع تابعین، علما یک کرامات داشتند. حضرت حسن بصری را وقتی که حجاج ظالم کافت و کاف کرده به خانه‌شان درآمد، 6 مرتبه درآمد نیافتند و بعضی خوارج حضرت را اذیت می‌دادند. حسن بصری در حقش دعا کردند فخر میتا، در حال هلاک شد. سیلة بن اشیم یک شخصی بود که در یکی از غزوه‌ها اسبش هلاک شد. ثانی مراجعت به سوی پروردگار و گفت که پروردگار مرا به مخلوق‌هایت محتاج نگردان، یگان مخلوقی را در بالای من صاحب منت نگردان. گفت دعا کردن پروردگار اسبشان را زنده گردانید. وقتی که به خانه‌شان رسیدن و فرزندشان گفتن که زین اسب را جدا کن که این اسب عاریه است، سحر اسب هلاک شد. وقتی که اویس قرنی رحمت الله علیه وفات کردند، در خانه‌شان یک نوع لباس‌های پیدا شد که نبود، آن را با آن کفن کردند. وقتی که به قبرستان رفتند و خواهند که قبر برایشان بکابند، ناگهان قبر آماده از سنگ تیار لحدهای کافته شده را دیدند، در آن قبر کردند. عمرو بن عقبه نماز می‌خواندند در روزهای گرم، ابر آن کس را سایه می‌کرد. وقتی که احنف بن قیس وفات کردند، شخص کلاه خود را در قبر اون کس افکانید و ناگهان فرامده خواست که کلاه را گیرند. وقتی که به قبرشان نظر کرد، ناگهان قبرشان تا آنجایی که چشم می‌بیند وسیع کرده شده است. حضرت ابراهیم تیمی ماه‌ها در خانه‌شان طعام نداشتند. برای اهل و عائله برای طعام به کوچه برآمدند، چیزی را نیافته. وقتی که برمیگشتند، آقای کوه تپه کوهی خودی را دیدن، کوهی سرخ بود. از همان به داخلی یک انجام خودشان گرفته آمدند. ناگهان در خانه کشاده دیدند که گندم‌های سرخ بوده است. هر وقت که اون گندم‌ها را زراعت می‌کردند، از اصل گندم تا فرعش همش عبارت از خوشه‌های پر از دانه بود. بنابراین بعضی دیگر علماها دعا می‌کردند که پروردگار، یکی از علماها دعا کردند که برای من آواز زیبا ده، علی خصوص برای تلاوت قرآن. ثانی گریه آبی فراوان، آبی چشم ده تا اینکه گریه کنم در وقت عبادت و رزق من، قوت مرا پروردگار بی‌منت یگان مخلوق بگردان. حضرت وقتی که در نماز قرائت قرآن میکردن، همه گریه میکرد، خودشون گریه میکردن از لذت حلاوت آن آواز زیبای و تلاوت کلام متبرکه. و هر وقت که به خانه‌شان آمدند، رزق ایشان در خانه‌شان موجود بود، نمیدانستند که از کجا آمد. یکی از علما به بیماری فلج گرفتار شده بود. پس پروردگار را دعا کردند که پروردگار در وقت طهارت برای من شفا ده تا اینکه به مخلوق محتاج نشوم. خودم طهارت کنم. اونها از بیماری نمی‌ترسیدند، از درد و الم آن نمی‌ترسیدند، ولی از محتاج شدن به مخلوق خدا می‌ترسیدند. بنابراین طلب شفا نکردند مگر فقط در وقت طهارت. این شخصیت‌ها در کارهای خیر مسابقه می‌کردند. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. خدا میگه در کارهای خیر مسابقه کنند، در مسابقه کنند، نه در عمارت‌های بلند آشیانه و نه در خرید نقلیات مفخره